مدارک: عکس دار شدن شناسنامه افراد بالای 15 سال الزامی است. مدارک عکس دار شدن شناسنامه افراد بالای 14 ساله. اصل شناسنامه: شماره ملی پدر و مادر، آدرس و کد پستیه. حضور متقاضی بالای 18 سال الزامی است. گواهی اشتغال به تحصیل یک قطعه عکس الصاق نامه سیستمی یا دستی همراه مهر مدرسه و یک قطعه عکس پشت نویسی با مهر مدرسه باشد. دانش آموزی که ترک تحصیل نموده اند اصل مدرک سیکل یا دیپلم همراه داشته باشند. در صورت عدم مراجعه فرزند زیر 18 سال، پدر یا مادر در صورت زوجیت می توانند با اصل شناسنامه و کارت ملی هوشمند خود شناسنامه فرزند را عکس دار کنند. در صورت طلاق مادر حضانت فرزند زیر 15 سال و در صورت قیومیت برای مادر تا فرزند زیر 18 سال می باشد.